عصبانیت قدرت نیست. یه ضعف بزرگیه که یه نقاب زده. فکر می‌کنی داد زدن نشونه زوره؟ نه رفیق. این زنجیریه که تو رو اسیر احساسات میکنه. اگه میخوای توی این دنیا مثل یه پادشاه یا یه استراتژیست نابغه زندگی کنی، باید یاد بگیری که سنگ باشی. کسی که هیچ حرفی، هیچ تیکه‌ای و هیچ رفتار زشتی نمیتونه اونو تکون بده. توی این ویدیو میخوام راز قدرت مطلق رو بهت بگم. همون مدلی که ماکیاولی یاد داده. آماده ای که دیگه هیچ کس نتونه با اعصاب تو بازی کنه؟ پس تا آخرش با من باش. فکر میکنی وقتی صدات رو میبری بالا، مشتتو گره میکنی یا از کوره در میری، داری نشون میدی کی رئیسه؟ بذار رک بگم. دقیقاً برعکس. این یعنی یه نفر دکمه اعصاب تو رو پیدا کرده و فشارش داده. یعنی ذهن تو داره واکنش نشون میده، نه محاسبه. یعنی ایگو یا همون منم تو شیشه‌ای و شکننده است، نه محکم و ضد گلوله. توی منطق سرد ماکیاولی، آدمی که عصبانی میشه همون لحظه بازی رو باخته. چرا؟ چون عصبانیت قابل پیشبینیه و هر چیزی که قابل پیشبینی باشه قابل کنترله. قانون اول قدرت اینه: هیچ وقت نذار کسی بفهمه با چی تکون میخوری. شاید بقیه از تو باهوشتر نباشن، شاید پولدارتر نباشن، ولی همیشه تو رو تست میکنن. بهت بی احترامی میکنن، نادیدت میگیرن، کارتو لنگ میذارن. فقط برای اینکه ببینن میتونن تو رو کنترل کنن یا نه. چون اگه بتونن ماشه اعصاب تو بکشن، صاحب تو میشن. تاریخ رو نگاه کن. فرمانروایان بزرگ با شمشیر دشمن سقوط نکردن. با اشتباهات خودشون به خاک سیاه نشستن. زود حرف زدن، زود تنبیه کردن و جای اینکه با مغزشون تصمیم بگیرن، با خشمشون واکنش نشون دادن. تو نباید توی این چاه بیفتی. عصبانیت یعنی لو دادن خودت. یعنی نشون دادن ترس، ناامنی و اینکه چقدر تشنه تاییدی. شاید فکر کنی داری از حقت دفاع میکنی، ولی در واقع داری به دشمن ثابت میکنی که اونقدر ضعیفی که حرف اون رو تأثیر گذاشته. آدمی که تحریک نمیشه همونیه که همه ازش میترسن. اما آدمی که همیشه جواب میده، اون عروسک خیمه شب بازیه. ببین، قضیه ساده است. وقتی عصبانی میشی، حرکت بعدی تو معلومه. وقتی حرکت تو معلوم باشه، ضربه پذیری. واسه همینه که آدمای سیاستمدار و زرنگ هیچ وقت قاطی نمی‌کنن. اونا نقشه میکشن. میذارن بقیه توی عصبانیت خودشون احمقانه رفتار کنن. ولی خودشون سرد، محاسبه‌گر و آروم میمونن. فکر کن، آخرین باری که جوش آوردی واقعاً کمکی کرد؟ مشکل حل شد؟ یا فقط انرژیت سوخت و قدرت تو دادی دست طرف مقابل؟ آدمی که یاد بگیره ترمز احساساتشو بکشه، ضد ضربه میشه. از وسط بی احترامی ها رد میشه، انگار که فقط یه باده. حتی وقتی دور و برش آشوبه، اون آرومه. و باور کن، این آرامش تو بیشتر از هر داد و بیدادی بقیه رو دیوونه میکنه. اونا انتظار دارن تو بشکنی، نشکن. انتظار دارن داد بزنی، ساکت بمون. انتظار دارن واکنش نشون بدی، فقط نگاه و آنالیز کن. این اون قدرتیه که باید داشته باشی. انضباطی که نذاره کسی وارد ذهن تو بشه و تمرکز تو به هم بریزه. وقتی عصبانی نمیشی، اون لذتی که دشمن دنبالش بود رو بهش نمیدی. تشنه نگهش میداری. قدرتشو از ریشه قطع میکنی. و یه حقیقت عمیق‌تر هم هست. وقتی عصبانی نمیشی، همه چی رو شفافتر میبینی. عصبانیت مثل مه میمونه. استراتژی رو کور میکنه. قضاوت رو خراب میکنه. اما کسی که خونسرده، اون کل صفحه شطرنج رو میبینه، در حالی که بقیه دارن از عصبانیت مهره ها رو پرت میکنن. ذهن تو تمرین بده. ببین چه چیزایی اعصاب تو به هم میریزه، بعد اون دکمه ها رو از کار بنداز. ذهن تو بکن یه قلعه که هیچ کس نتونه وارد اون بشه. ایگو و غرور تو نامرئی کن. احساسات تو خصوصی نگهدار. چون قدرت مال کسیه که بتونه بدون بالا بردن صداش کنترل اتاق رو دست بگیره. کسی که وقتی بهش توهین میشه لبخند میزنه، وقتی اونو تحریک میکنن صبر میکنه و وقتی ضربه میزنه از روی خشم نیست، از روی زمانبندی دقیقه. این چیزیه که اونا ازش وحشت دارن. آدمی که پلک نمیزنه،
آدمی که قاطی نمی‌کنه، آدمی که عصبانی نمیشه، چون اونقدر خطرناکه که انرژیشو پای چیزای الکی هدر نمیده. آزادی واقعی میخوای؟ یاد بگیر که اهمیت ندی. نه اون مدل ضعیفی که یعنی تسلیم شدی ها. نه، اون مدل بیرحمانه‌ای که بهش میگن بی‌تفاوتی استراتژیک. این همون کنترلیه که آدمای سوء استفاده‌گر رو میترسونه. چون هیچ چیزی خطرناکتر از آدمی نیست که براش مهم نباشه تو چی فکر میکنی، چی میگی یا چی کار میکنی. یهو میبینن که دستشون بهت نمیرسه. اینو بفهم. بیشتر آدم‌ها از توجه تو تغذیه میکنن. اونها مثل زالو به واکنش‌های احساسی تو زندن. چه بهت فحش بدن، چه نادیدت بگیرن، چه تو رو تعریف کنن. همش واسه یه هدفه. میخوان توی ذهن تو مهم باشن. لحظه‌ای که این فضا رو بهشون میدی، باختی. چرا میخوان تو رو اذیت کنن؟ چون ناراحتی تو یعنی اونا مهمن. واکنش تو یعنی اونا توی سر تو وجود دارن. خشم تو یک کاپ قهرمانی روی تاقچه اونا. پس چی کار کنی؟ اون کاپ رو بهشون نده. هیچی بهشون نده. ماکیاولی میگه انرژی تو برای چیزایی که پایین تر از تو هستن هدر نده. و باور کن بیشتر چیزایی که تو رو اذیت میکنن در حد تو نیستن. تیکه های الکی، رفتارهای بچگانه، اینا همش تومه است. یه تله است که تو رو از تخت پادشاهی بکشن پایین. تو باید حاکم احساسات خودت باشی. بی‌تفاوتی بزرگترین تنبیهه. انتقام میخوای؟ نادیدشون بگیر. قدرت میخوای؟ سرد باش. احترام میخوای؟ حتی پلک هم نزن. وقتی آدما بفهمن نمیتونن تو رو تکون بدن، نمیتونن تو رو عصبی کنن و نمیتونن برن رو اعصاب تو، ناخودآگاه نگران میشن و در نهایت ساکت میشن. چون میفهمن برای تو نامرئین. این فقط واسه دشمنا نیستا، واسه همه صدق میکنه. دوست، فامیل، همکار، هر کی که بخواد با احساسات تو بازی کنه. اگه ببینن تایید تو سخت به دست میاد و آرامش تو خط قرمزه، با احتیاط و حتی با احترام باهات رفتار میکنن. بذار آدما دنبال توجه تو بدون. توجه تو مثل سکه صدقه سری بذل و بخشش نکن. پادشاها اینجوری حکومت میکنن. جنگجوها اینجوری قبل از جنگ آروم میمونن. آدمای با سیاست توی دنیای پر از هرج و مرج احساسی اینجوری دووم میارن. واکنش نشون نمیدن. مشاهده میکنن. فقط وقتی دست به کار میشن که مهمه. نه برای اینکه چیزی رو ثابت کنن، بلکه برای اینکه چیزی رو به دست بیارن. چون آدمی که براش مهم نیست، 2 بار برنده میشه. اول اینکه زجر نمیکشه، دوم اینکه کنترلشو از دست نمیده. برای اینکه استاد بی‌تفاوتی بشی، باید ذهنتو تمرین بدی که قبل از هر واکنشی یه سوال بپرسه. آیا این موضوع ارزش انرژی منو داره؟ اگه نه، راهتو بکش و برو. اگه آره، صبر کن، نقشه بکش و با سکوت یا دقت جواب بده، نه با احساس. تو نیازی نداری ثابت کنی که حق با توئه. نیازی نیست جواب هر نادونی رو بدی. نیازی نیست وقتی گرگی دندونات رو نشون بدی. بی خیال باش تا از 99% مردمی که اسیر هر تلنگری میشن بالاتر بری. سکوت یعنی تنبیه، نبودن یعنی جنگ. ماکیاولی چیزی رو فهمید که خیلیا هیچ وقت نمیفهمن. حرف مفته، ولی حضور قدرته. لحظه‌ای که این حضور رو میگیری، یه جای خالی درست میکنی. یه حفره‌ای که فریاد اون از هر توهینی بلندتره. چرا؟ چون مردم منتظر تلافی‌ان. اونا عاشق درگیری‌ان. میخوان ببینن که شکستی. ولی وقتی بهشون سکوت تحویل میدی، اون لحظه اوج رو ازشون میگیری. و چی جای سکوت رو پر میکنه؟ توهمات خودشون، ترس خودشون، عذاب وجدان خودشون. خطرناکترین حرکت توی هر درگیری، حرکتیه که اونا انتظارشون ندارن. سکوت معذبشون میکنه. مجبورشون میکنه فکر کنن، شک کنن. یهو دیگه به تو فکر نمیکنن. به خودشون فکر میکنن که مگه چی کار کردم که رفت؟ این زیبایی سرد عقب نشینیه. تو هشدار نمیدی که تموم شد. نمیگی بهت برخورده. ساده است. ناپدید میشی. با قدرت، توجه و احساسات.
حالا اونا باید با نبودن تو سر کنن و باور کن مردم تحمل نبودن رو ندارن. دنیای امروز معتاد سر و صداست. همه میخوان شنیده بشن، جیغ بزنن، خالی بشن. ولی ذهن باهوش وارد این بازی نمیشه. اون جیغ نمیزنه، اون قحطی میاره، حذف میکنه. کنترل واقعی اینه. وقتی با نادون بحث میکنی، خودت هم نادون میشی. وقتی در برابر بی‌احترامی توضیح میدی، به اون بی‌احترامی اعتبار دادی. ولی وقتی کلاً خودتو حذف میکنی، قضاوت نهایی رو کردی. شما لایق زمان، انرژی و توجه من نیستید. این تنبیهیه که هیچ ایگو و غروری ازش سالم بیرون نمیاد. خیلی‌ها اشتباه فکر میکنن که سکوت نشونه ضعفه. چون یاد گرفتن که باید واکنش نشون بدن، دفاع کنن، بپرن وسط. ولی تو فرق داری. تو استراتژیستی. تو میدونی که بعضی وقتا وحشتناکترین تنبیه بی جوابیه. به سکوت مثل یه تیغ نگاه کن. تمیزه. کثیفکاری نداره. بی صدا و عمیق میبره. عصبانیت زود میسوزه و خاکستر میشه. ولی سکوت یخ میزنه و قدرت تو حفظ میکنه. آدما سعی میکنن دوباره تو رو بکشونن توی دعوا. با عذرخواهی الکی، با تهمت، با ایجاد حس گناه تهمه میذارن. توی دام نیفت. اگه مجبور شدی برگردی، فقط وقتی برگرد که نبودن تو بهشون درس داده باشه که بودن تو چه ارزشی داشت. سکوت یه معلمه. بذار کارشو بکنه. و بعضی وقتا بهترین درس اینه که هیچ وقت بر نگردی. بذار سکوت ابدی بشه. چون هر توهینی لایق جواب نیست. هر خیانتی لایق رو در رو شدن نیست. بعضیها لایق اینن که کلاً پاک بشن. فراموش نکن، تو بدهکار هیچ واکنشی نیستی. نه به درام، نه به تحریک، نه به بی احترامی و نه حتی به تعریف و تمجید. سکوت تو دقیقاً بهشون میگه قدرت دست کیه؟ دست تو. وقتی بتونی با ذهن آروم و احساسات سرد راه تو بکشی و بری، نه فقط تو بحث، بلکه توی زندگی برنده شدی. دیگه کسی صاحب آرامش تو نیست. تو نیازی به انتقام نداری. نیازی به تماشاچی نداری. نیازی به تایید نداری. تو فقط به سکوت نیاز داری. و اونا توی اون سکوت همه ی چیزایی که باید بشنون رو میشنون. پس بگذر و برو. بذار حرف بزنن. بذار حدس بزنن. بذار توی اون خلایی که ساختی بپوسن. این ضعف نیست. این جنگه. این تنبیه به سبک ماکیاولیه. ساکت، تیز و مطلق. تو هیچ وقت نمیتونی زندگی تو کنترل کنی تا وقتی که ذهن تو کنترل کنی. و ذهن تو نمیشه تا وقتی که از احساسات خالیش کنی. این هسته اصلی قدرته. ذهن قلعه‌ای. ذهنی که زیر فشار نمیلرزه. ذهنی که جلوی توهین، خیانت، آشوب یا ترس زانو نمیزنه. ذهنی که سرد، حسابگر و دست نیافتنی میمونه. مهم نیست با چی یا کی طرفه. بذار دنیا بسوزه. بذار احمق‌ها داد بزنن. بذار مارها بخزن. تو ثابت بمون. چون احساسات دروازه‌ایه که دشمنا ازش وارد میشن. اینجوری تو رو بازی میدن. اینجوری تو رو کنترل میکنن. اینجوری تو رو از درون میشکنن بدون اینکه حتی به پوست تو دست بزنن. وقتی کسی تو رو اذیت میکنه، در واقع داره چیکار میکنه؟ داره تمرکز تو میدزده. داره ذهن تو تبدیل به میدون جنگ میکنه تا با خودت بجنگی. خشم، کلافگی، حسادت، خجالت، اینا نشونه آگاهی نیستن، نشونه ضعفن. آدمای احساساتی راحت تومه میشن، تصمیمات لحظه‌ای میگیرن و بدتر از همه دستشون رو زود رو میکنن. ولی یه آدم با سیاست اینجوری بازی نمیکنه. اون ذهنشو تبدیل به یه قلعه میکنه. نه یه دیوار نادونی، بلکه یه سلاح استراتژیک. اونم حس میکنه، آره، ولی نمیذاره حسش فرمون رو دست بگیره. مثل یه دانشمند به احساسات نگاه میکنه، نه مثل یه برده. هیچ وقت نمیپرسه الان چه حسی دارم، میپرسه چه چیزی بهم برتری میده. این تنها سوالیه که ارزش جواب دادن داره. اگه خشم بهت قدرت میده، ازش استفاده کن. ولی اگه چشمتو کور میکنه، بکشش. احساسات نباید آدم رو کنترل کنن.
آدم باید احساسات رو کنترل کنه. ببین، بی احساس بودن معنیش این نیست که از درون مردی. معنیش اینه که توی چیزای مهم زنده ای. شفافیت، دقت، منطق، زمانبندی. واکنش نشون نمیدی، محاسبه میکنی. قاطی نمیکنی، با هدف ضربه میزنی. گریه نمیکنی، توی سکوت میسازی. این ذهنیت فاتحانه، ذهنیت کسایی که شاید زور بازوشون از همه بیشتر نبود، صداشون از همه بلندتر نبود، ولی وقتی لازم بود از همه سردتر و بیرحمتر بودن. ذهن قلعه‌ای یه شبه ساخته نمیشه. باید هر روز مثل یه سلاح تیز کنی. چطوری؟ واکنش هات رو کالبد شکافی کن. وقتی کسی باعث میشه یه حسی پیدا کنی، استوب بزن. بپرس چرا این روم تأثیر گذاشت؟ اونقدر باز کن تا اون حس قدرتشو از دست بده. جواب دادن تو عقب بنداز. زمان قاتل احساساته. هرچی بیشتر صبر کنی، ذهن سردتر میشه. بذار اون جوش و خروش لحظه‌ای بمیره، بعد حرکت کن. از منطق مثل سپر استفاده کن. همیشه بپرس آیا این کار منو به کنترل نزدیکتر میکنه یا دورتر؟ اگه دورتر میکنه انجام نده. مأموریت تو فراموش نکن. فراموش نکن داری چی میسازی. قدرت، استقلال، میراث. هیچ توهینی، هیچ آدم کوچیکی، هیچ بی احترامی ارزش نداره که تخت پادشاهیت رو ول کنی. از نتیجه دل بکن. احساسات از توقع تغذیه میکنه. توقع رو بکش تا ناامیدی بمیره. بدون وابستگی عمل کن، مثل سایه‌ای که چاقو دستشه. وقتی ذهن تو شد یه قلعه، هیچی وارد اون نمیشه مگه اینکه خودت اجازه بدی. توهین‌ها کمونه میکنن، خیانت نیش نمیزنه. شکست میشه درس و دشمنا برات خنده‌دار میشن چون دیگه تو زمین اونا بازی نمی‌کنی. تو برج خودتو ساختی و از اون بالا داری نگاه میکنی. منتظری، انتخاب میکنی کی حرکت کنی. نه به خاطر اینکه بهت برخورد، بلکه به خاطر اینکه به نفع امپراتوریته. مردم میگن تو سردی؟ چه خوب، سرد باش. یخ هیچ وقت خم نمیشه. هر چیزی که بهش بخوره رو میشکونه. سرد باش، حسابگر باش. از نظر عاطفی غیر قابل دسترس باش. اینجوریه که بی خیال میمونی. اینجوریه که بدون سر و صدا رشد میکنی. اینجوریه که دست نیافتنی میشی. نه فقط توی قدرت، بلکه توی ذهن. ذهن قلعه‌ای بزرگترین دفاع توه و وقتی ساخته بشه دیگه هیچ کس نمیتونه مفت و مجانی توی سر تو زندگی کنه. میخوای دیگه هیچ وقت عصبانی نشی؟ درس آخر اینه: ایگوت رو بکش. چون خشم از حقیقت نمیاد، از عدالت نمیاد، از ایگو میاد. همون صدای ضعیف درون تو که میگه نباید با من اینجوری رفتار کنن، مگه نمیدونن من کیم؟ اون صدا، اون قدرت نیست. اون ضعفه که لباس غرور پوشیده. لحظه‌ای که اجازه میدی حرف یا رفتار کسی تو رو به هم بریزه، باختی. نه چون اونا قوی ترن، نه چون باهوش ترن، بلکه چون ایگوی تو باعث شد باور کنی که باید چیزی رو ثابت کنی. تو نیازی نداری چیزی رو ثابت کنی. ذهن باهوش یه حقیقت عمیق‌تر رو میفهمه. قدرت واکنش نشون نمیده، قدرت اجازه میده. بعضی وقتا حتی وانمود میکنه که باخته تا توی سکوت برنده بشه. سلطنت واقعی اینجوریه. نه با پارس کردن بلندتر، نه با زور زدن بیشتر، بلکه با یاد گرفتن هنر باد نامرئی. بادی که هزینه‌ای برات نداره ولی اونا رو از درون میسوزونه. فرمول اینه: وقتی کسی بهت بی احترامی میکنه، ایگو میگه برو تو صورتش. قدرت میگه نگاش کن. و استراتژی میگه بذار فکر کنن بردن. چرا؟ چون اکثر آدما معتاد واکنشن. میخوان ببینن که آتیشی شدی. میخوان ببینن دفاع میکنی، توضیح میدی، تلافی میکنی. چون این بهشون سوخت میرسونه. ولی وقتی تو فقط سر تکون میدی، لبخند میزنی و میری، وقتی با توهینشون جوری رفتار میکنی که انگار خیلی کوچیکتر از اونه که توجهتو جلب کنه، تو اونا رو له میکنی. بی صدا، استراتژیک، بدون اینکه دست تو بهشون بخوره. شیر که با صدای هر موشی نعره نمیکشه. یه پادشاه که واسه هر شایعه‌ای وسط شهر سخنرانی نمیکنه.
و یه بازیگر واقعی قدرت خودش رو پایین نمیاره تا واسه خوردنون بجنگه. چیزی که ایگو واقعاً میخواد چیه؟ توجه، تایید و سلطه. و ثانیه‌ای که اینا رو بهش ندی، همه چی رو ازش گرفتی. بذار باور کنن که بهت ضربه زدن. بذار باور کنن که دسر در رفتن. بذار با اون پیروزی کوچیکشون پوز بدن. چون در حالی که اونا دارن اون سطح رو جشن میگیرن، تو داری زیر پوستی میسازی، نقشه میکشی، رشد میکنی و صبر میکنی. زیبایی این که بذاری فکر کنن بردن همینه. گاردشون رو باز میذارن، تنبل میشن، صاف میرن تو تله خودشون. چون تو هیچ وقت دست تو رو نکردی، در حالی که اونا دارن انرژیشون رو سر لحظه ها هدر میدن، تو داری دهه ها رو تسخیر میکنی. وقتی اونا بحث میکنن، تو بساز. وقتی اونا اسم تو با نفرت فریاد میزنن، تو اونقدر بزرگ شو که صداشون حتی به دنیای تو نرسه. نیازی نیست چیزی رو ثابت کنی. زندگی تو ثابت میکنه. سکوت تو ثابت میکنه. نتایج تو بلندتر از هر جواب دندون شکنی صدا میده. این چیزیه که اونا بیشتر از همه ازش متنفرن. نه اینکه نجنگیدی، اینکه حتی اونا رو لایق جنگیدن ندونستی. قدرت واقعی اینجاست، توی بی‌تفاوتی، توی رها کردن نیاز به حق با من بودنه و تمرکز کردن روی شکست ناپذیر بودن. ضعیف‌ها میخوان شنیده بشن، قوی‌ها ترجیح میدن که ازشون بترسن. بذار حرف بزنن، تو بساز. بذار ببرن، تو بیشتر عمر کن. بذار بخندن، تو ناپدید شو و جوری برگرد که توی خوابشون هم نمیدیدن. چون انتقام نهایی اصلاً انتقام نیست. اینه که وقتی اونا دارن میپوسن، تو شکوفا بشی. اینه که وقتی اونا توی سر و صدا غرقن، تو توی آرامش باشی. پیروزی بدون جنگ. پس فراموش نکن. وقتی کسی سعی میکنه تو رو بکشونه توی درام و حاشیه، نیازی نیست به جنگی. نیازی نیست جیغ بزنی. حتی نیازی نیست اصلاحشون کنی. فقط باید تکون نخوردنی باشی. بذار با توهم پیروزی برقصن در حالی که تو داری توی سایه ها امپراتوری میسازی. از ایگو جدا شو تا دست نیافتنی بشی. اگه توی این حرفها قدرت رو حس کردی، این راز رو پیش خودت نگه ندار. این ویدیو رو لایک کن، بفرستش واسه کسی که باید بشنوه و توی کانال سابسکرایب کن برای حکمت‌های بیرحمانه و استراتژی‌های بیشتر. این فقط انگیزه نیست، این روانشناسی جنگه. و توی این دنیا سرترین ذهن‌ها بالاترین جایگاه‌ها رو می‌گیرن.